بابا. معلوم نیست از کجا آورده این کارگر رو. چه میدونم. بونگای میگفت خیلی وقت از ایران رفتن. آقا مراقب باش. به نظرم فرار کردن. خانم نه کل وسیله‌اش مونده تو خونه. خانم الان بردم بیرون، یه خورده خرت و پرت و این چیزاست. خانم یه لحظه گوشی مامان، گوشی. بله این جعبه رو کجا بزنم؟ بذار رو سر من. چه میدونم، برو بذار تو یکی از این اتاقا دیگه. الان مامان ببخش. نه نمیدونم. چی شد؟ مامان گوشی چی شد؟ هیچی خانم ببخشید پام گیر کرد این سیم. کدوم سیم؟ همین این سیمه که اینجا یه سیم اینجا رد شده بود پام گیر کرد. خیلی خوب. برو بیرون بقیه کار رو انجام بده. نمیخواد. پاشو. چشم. الو مامان. الو. ای بابا. عزیز جون بیا اینجا دقیقه. جان ما مادر این خماده واسه چی نبردی بیرون؟ آرش جان من گفتم. نه نمیخواد برو بکار. بابا این زبار در رفتت اینو واسه چی می‌خوای نگه داری؟ آرش این خیلی خوشگله. این خوشگله؟ آرش بذار بمونه خواهش. آره بچسبونه همون بغل دیوار رو. شد سارا اون اکثر نگاه کن. خب تکون خورد. خب الان هم داره تکون میخوره. مسخره بازی در نیار. اصلا این عکس بین عکسای عروسیمون چیکار میکنه ها؟ بابا قربونت برم از این عکس الکیاست که میذارن قاب خالی نباشه. پاشو بیا با غذا از دهن افتاد. پاشو ببین چه املتی زدم واسط سارا جان. یه ماه دیگه برمیگردی سر جات. فعلا که خوشبالا و خرسه است. بعدش هم که اون زنگوله به دنیا بیاد از بغلت جوم نمیخوره. ما باید عادت کنیم برم به همین جا. خب تقصیر خودته که تو خواب لگد میزنی. میخوای بیای بالا سر جات؟ جدی؟ آره من میرم پایین. من تلافی دارم برات. تلفنو بس کردی؟ نه. پس صدای چیه؟ نمیدونم. آرش اومدنی یه لیوان آبم برای من بیار. آرش کی بود؟
آرش 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 الو الو اینجا چی؟ راست اینجا رو برو. چی میگی؟ بچه تو هم باری مونده. چرا مزاحم میشین؟ بچه داره میمیره. از اینجا برو. فرار کن. الو الو دستشویی بودم. یعنی من این همه مدت داشتم صدات میزدم تو نشنیدی؟ فردا میری به بنگاهیه میگی این خونه رو نمیخوای. ای بابا. یعنی چی؟ هیچ. من میترسم. میتونی اینو بفهمی؟ مزاحم روانی. ببینم تو اصلا تلفن رو کی وصل کردی ها؟ آرش با تو هم. آرش خوابیدی؟ در رو چرا مافی کردی؟ اینجا چی؟ یکی اینجا. چی شده عزیزم؟ خدا از اینجا بریم. یکی اینجا. کی؟ یه دقیقه بچه چی شده؟ قربونت برم من. گریه نکن عزیزم. یه دقیقه آروم باش. آروم به من بگو چی شده. آروم باش. خدا از اینجا بریم. یه بچه اینجا. کسی اینجا نیست به خدا. سارا من الان میرم همه جا رو نگاه میکنم. خیلی خوب. من اینجا تو از چی میترسی؟ اینجا کجاست؟ ببینم. به خدا هیچکی اینجا نیست. خیلی خوب. من الان میرم تو حیاط رو نگاه میکنم. تو اینو بخور. آروم باش. من الان میرم حیاط رو نگاه میکنم. نه آرش نه قربونت برم. میخوام برم که خیالت راحت شه. یه دقیقه آروم باش. من الان میرم نگاه میکنم دیگه. ببین هیچی نیست به خدا. سارا دیدی؟ بیا ببین اینجا هیچی نیست. سارا جان منو نگاه کن. هیچی نیست.
آرش آرش اینجا چی کار میکنی؟ عزیزم اینقدر فکر کردن نداره که کابوسه کابوس. خیلی واقعی. خب اگه واقعی نباشه که آدم میفهمه داره خواب میبینه دیگه. خواهش میکنم من از اینجا ببر. سارا جان من که تو رو به زور نیاوردم اینجا که. نظر دکتر این بوده گفته باید از آلودگی هوا و اینا دور باشی خودت. خیلی خوب گریه نکن. میریم فردا. همین الان بریم. کجا؟ میرم وسیله‌امو جمع کنم دیگه. تو هم پشت برو وسیله‌اتو جمع کن. الو الو چی؟ چی میگی؟ برای چی مزاحم میشی؟ بچه داره میمیره از اینجا بره.
الو الو